برست، پدر و مادر احترام کن، دعاشو بگیر. روزی میروند والله قامتت میشکنه، خانت به نور میشود، تاریک میشود زندگی. خیلی حیات دیگرگون تغییر مییابه، بی سرپوشه میمانی. باورم نیست پدر رفتی و خاموش شدی، ترک ما کردی و با خاک هم آغوش شدی. خانه را نور اگر بود زی رخسار تو بود، ای چراغ دل من از چی تو خاموش شدی؟ بهار آمد نیامد بوی مادر، شدم پزمان چشم و روی مادر. نمی ارزد هزاران نوده گل با یک تاری سفید موی مادر. برادری بزرگوار به قدرش پر است که نمیابیش. والله قسم ده آرزو مثل من بر این میسوزی، میخواهی که یک بار پیداش کنی ای پدر جان بگوی دیگر نمیابیش. میخواهی جای تنهایی باشی یک فریاد کنی تا اینکه درون سینت خالی شود، چون اینجا هم پیدا نمیکنی. برادری عزیز و بزرگوار به قدر پدر و مادر برس. برادری عزیز و بزرگوار به قدر برادر برس، به قدر یار و دوست برس، آخر جدا میشوی. چی نوعی که امروز از رمضان جدا شده ای ساده ای، روز از این عزیزها جدا میشوی. اگر تو نروی حتما اونها از تو میروند و جدا میشوند. یک عمر از این بی پرواگی و بی احترامی میسوزانند تو را. یک عمر از فراق از داغشو میسوزی برادری عزیز و بزرگوار. و آخر جبرئیل علیه السلام گفتند و عمل ما شئت فانک مجزی به. عمل کن، هر کاری میخوای برادری عزیز بکن. ایرا فراموش نکن که آخر از این کردار جزا میبینی. اگر عملی خوب باشه با سر بلند، با آبرو، با عزت و با حرمت نزد پروردگار میروی.